میگوید که در بازهای رحمت پروردگار که باشد بنده به دنیا گذاری شروع می‌کند. این در دروازه ها باز است. این جاری کنید که چقدر میشه بساطی که خریداری دنیاست. ببین طفل چه قسم تعلیم می‌دهد. این طفل اگر مریض شدی اگر گرسنه شدی نکن، اگر تشنه شدی نکن. مامان صرف می‌کن نفعه که برای تو خدا گفتن سوالی می‌کنید خندت کنید گریه بسیار باعث آرامش می‌شود جایی باید خنده آزاد می‌شود ای برادر گریه کن در روز قیامت گریه نکنید در این دنیا جای گریه است در بهشت جای خنده است ای برادر گریه کن که خریدار گریه پروردگار است الله گریه بر هر درد می‌دهد چشم ایران معدن فیض خداست تا نگیرد ندر کی خندد شوند تا نگیرد طفل کی روشن شوند گریه بر هر درد بی درمان دواست ای کسی که تو بر درد بی درمان گرفتار هستی گریه کن که صاحب درد و تو شفا بفرستد بخشایش کجای وجود گریه کنید که بحر بخشایش پروردگار وجود است الهی این مردم افغانستان را از این خالی و زمینی کش پروردگارا درگاهی تو درگاه نومیدیه پروردگارا ما به تو روی آورده الهی دسته‌هایی که به سویت بلند است دسته‌های بنده های دست
بندگان به خاطرشان خطور میکنند. گفته های ما بیان نشد، اما تو پروردگار را در درون هر حل جای داری. از نگریشی همه با خبر هستی، تو میدانی که اینا چی میخواهد. برآورده خیر بگردد، مریضان شفا بده، بندیانی که در ظلم ظالم گرفتار شده خدایا زندانها رحمت کن. قرضداران و پریشان روزگاران خدایا